سفر دلانگیز روسیه با پرواز از تهران به شهر سن پترزبورگ، شهر تزارها، شهر پتر کبیر آغاز میشه. سن پترزبورگ شهریه که بر اساس معماری اروپایی و توسط معماران اروپایی از روی شهر آمستردام هلند ساخته شده. کانال‌های آب یکی از جاذبه‌های بزرگ این شهر هستند. شما میتونید کاخ کاترین، کاخ پترهوف، اتاق کهربا، کاخ زمستانه و هزاران جای دیدنی دیگر رو تو این شهر ببینید و ازش لذت ببرید. وقتی بازدید ما از شهر زیبای سن پترزبورگ تکمیل شد، با پروازی که 1.5 ساعت حدوداً به طول می انجامه به سمت مسکو پرواز میکنیم. مسکو پایتخت کمونیست ها، پایتخت امپراتوری شوروی، شهری که شما میتونید جای جای اون آثاری از استالین و خروشچف رو ببینید. اگر بخوام از زیبایی ها و دیدنی های شهر مسکو بگم، باید از متروی اون شروع بکنم. ایستگاه های مترو که یادآور دوران شوروی هست، از میدان سرخ و مجموعه کرملین که کاخهایی به دوران حتی پیش از اونها در زمان تزارها میرسه، تا کلیسای سنت باسیل و رودخانه مسکوا. حقیقتا 1 هفته برای دیدن شهرهایی به این زیبایی، کشوری به این زیبایی و دیدنی بسیار کم هستش، اما به ناچار سفر خودمون رو با پرواز و برگشت به سمت تهران خاتمه میدیم. پروازی که حدوداً 4 ساعت زمان میبره. امیدوارم همه شما بتونید با مجموعه قصر مروارید آریا سفر دلنشین و دلانگیز روسیه رو تجربه بکنید.